fire burned out. Warmth has gone away. The fire burned out. از اون رژ لبا، خط لبا که تا آخر عمرت داریش یه کوچولو ازش میمونه ولی دوست نداری تموم بشه. طلایی یه ذره چیزتره، آره، هم ندارم هم به نظرم شیکه، اکسسوری طوریه دیگه، جولری مانند دیده میشه. چی؟ باش قربونت من، مرسی. چی؟ من دوست دارم. برو خدا. من اومدم بعد 2-3 روز از خونه زدم بیرون، به خاطر اینکه هم آخر هفته بود، هم اطراف خونه قطار و ترین و مترو همه چی کنسل بود، به خاطر اینکه روز پادشاه، تولد پادشاه بود و نمیدونم یه ذره کنده‌کاری و این چیزا میکردم. بالاخره امروز اومدم بیرون، رفتم پارچه گرفتم و چقدر پارچه گرونه. 3 متر تقریبا، 2 متر، 3 به 5 متر پارچه گرفتم، 98 یورو. البته پارچه های خیلی خوبی گرفتم، اگه میخواستم که یه پلیستر بگیرم و اینا خیلی ارزون تر در می اومد و خیلی ذوق دارم. احساس میکنم که الان اون شلواری که میخوام درست کنم بدوزم خیلی شیک تر دیده میشه، تنوع پارچه بالا رفته. هنوز 1-2 پارچه دیگه مونده بگیرم، زیپ بگیرم، بید بگیرم، یعنی همون منجوق و نگین و این چیزا میخوام بگیرم، برای اکسسوری یه ذره کار کنم رو لباسام. امیدوارم که خوب بشه، اگه نشه شاید عوض کنم. بعد الانم داشتم با محمد صحبت میکردم، اینکه اینقدر میخندیدم و نیشم باز بود، برای این بودش که برام عینک خریده. خیر الان یه قهوه بخورم، یه ذره فکر کنم به این که همین امروز برم بقیه پارچه ها رو بگیرم یا اینکه روی این کار کنم بعد مثلا 1-2 روز دیگه بیام. نمیدونم، آخه خود این رفت و آمدم هزینه و وقت و انرژیه دیگه. سوشال انگزایتی هو، نشستم وسط کافه تو بنکورف دارم با خودم صحبت میکنم بین آدم ها. چرا یه ذره استرس دارم به خاطر اینکه خیلی دوربین رو نگاه نمیکنم، بعد اطراف رو نگاه میکنم. اگه ایرپاد تو گوشم بود باز یه ذره منطقی تر بود، انگار دارم با یکی صحبت میکنم، ولی الان یه ذره آکوارده. اینا سفارشامه که از کشور دوست و همسایه، ماشین زرشی بود، شین کلن وسیله های خیاطی و ابزار داخل خونه و یه سری خنزل پنزل که مشخصه دیگه هر کمپانی بیاره از چین آورده، شما از شین سفارش بدی خیلی برات به صرفه تر در میاد. اصلا بحث ساستینابیلیتی و این داستانا محیط زیست نیست، به خاطر اینکه من اینو بخوام برم از بازار اینجا بگیرم، از فروشگاه اینجا بگیرم، اینا هم دقیقاً از چین آوردن. پس چه کاریه؟ اینو گرفتم برای پینای این سوزنای خیاطیم
این باید قاعدتا رنگش که خوشگله، قاعدتا باید آهن ربایی باشه. امتحان میکنیم. داشتم فکر می‌کردم چه رنگایی بگیرم. موقعی که داشتم میخریدم میتونم بدم چه رنگایی بگیرم. من رنگای مورد علاقه‌ام مشکی، کرم، نقره‌ای اینا و قرمز. من قرمز رو خیلی دوست دارم دیگه. خب پینامم قرمز گرفتم. امیدوارم که جنسش بد نباشه. ببینم که چقدر خوبه. یس، خوبست، خوشم اومد. ببینی پینام قرمز، این قرمز، خونم قرمز. آره میخوام که کلا یه سری چیزا رو، آیتما رو، اون رنگایی که دوست دارم مثل کی پوینت نگه دارم. خب بعدی از این یکی پینا گرفتم برای وقتایی که پارچه ها خیلی کلفتن رو هم دیگه نمیشینن. اینا حالت کلیپسی دارن. قرمز دیده، البته خوب سفته. آره اینم خوبه. فقط برای این باید یه کیف درست کنم احتمالاً. خب دیگه چی گرفتیم؟ اینو من نگرفتم، اینو محمد گرفته. فلش کارت. چقدر زیاد گرفته. قراره که زبان که میخونیم یه سری نکته، لغت، جمله اینا رو بنویسی و مثلا این شروع کنی به مرور کردن. بعد کابل گرفته محمد از یو گرین. اینا رو دیگه من باز نمی‌کنم. 2 تا کابل گرفته، یکی برای خونه، یکی برای ماشین. این کیفه رو ببینم، اینم از یو گرینه. آهن رباییه. می‌بینی؟ اینا رو بریزم تو این. البته محمد بر خودش خریده، میدوزم ازش. آها اینم محمد گرفته. فکرم خریدای من تموم شد. از این فلاساز که میریزی تو جاش که فشار بدی برای مسافرت و اینا خوبه. بازش کنم. خیلی باحاله برای هر چیزت دیوایس مخصوصش رو بگیری. چوسو بازی خوشم میاد. یکی البته چوسی بازی در بیاره واسه من، چقدر بد باز کردم، میره تو مخم، برای خودم خوشم میاد انجام بدم. خوشم میاد. خب اینه که کلاس بذارم مثلا اهل کلاس گذاشتن، چقدر بد جنسش، خیلی آشغاله. خب برم بخوابم یکم یا یه ذره دراز بکشم. پارچه هامو بهتون نشون ندادم، وایسا. ببین این پارچه‌ای که درست کنم، این پارچه‌ای که الان باهاش دارم کار میکنم و اولردی 2 تا لوک زدم ازش، یعنی همه لوکامو زدم، ولی 2 تا لوک آخر نگه میدارم. پیراهنه این چه جنس خشکی داره، صدا میده خشخش. اوکی. این الان یه شلوار من تا کردم، خودم استفادهش میکنم. به جای این که رنگش هم تکراری نباشه و اینا، اینو گرفتم. خیلی جنسش نازه، کاتنه و یک براقیتی داره. البته نه اینکه مثل این شاینی باشه این شکلی، ولی میبینی مات نیست اون شکلی، نه خیلی مات نه خیلی مثل این دیگه رفله داره، ولی اینم باز میبینی خوشگله. این شلواره رو امشب میبرم و میدوزمش. البته زیپ رنگ این نداشت، زیپ و کمرش میمونه. اینم گرفتم. یه دامن راسته دوختم
همه لوکای من خیلی ساده است، بیسیکه، on purpose, don't judge. اگه فرصتشو داشتم، شرایط ذهنیم خیلی خوب بود چون جنگ شد و نتونستم مامانم اینا رو بعد 2 سال ببینم و خیلی مسائل دیگه، من کلا دوست دارم که deconstruction همه رو مثلا یه ذره عوض کنم، پترنشو تو سلیقه خودم مینیمال باشه، یه ذره استریت باشه. استریت و الگنس، این چیزی که من خیلی دوست دارم دوتا رو با هم دیگه میکس کنم. ولی به خاطر کانسپتی که داشتم، همه لوکام خیلی پترن ساده و پایه ای داره. با اینم اون دامن راسته رو درست میکنم و این خیلی خوشگله. این خیلی گرون بود بچه ها، خیلی گرون بود دیگه. این متر 30 یورو بود و این کشیه. آره. بعد رنگ ناخونم میبینی روش احتمالاً یه سری بید، منجوق، نگین، یه سری چیزای قرمز تیره درست کنم یا 3D print. I have a lot of ideas. The thing is that if I can manage it or not. من خوابیدم، خیلی خسته بودم. کلا جدیدن خیلی تون کلا که خیلی خوابالو هستم، جدیدن خیلی بیشتر خوابم میگیره و خیلی بیشتر دوست دارم بخوابم و بعد از ظهرها خوابای خوبی دارم، شبا خوابم عمیق نیست. خلاصه خوابیدم، گفتم که شلوار یا دامن رو بدوزم، ولی یادم اومد که عکسایی که محمد بهم سپرده بود که سلکت کنم و تموم نکردم دیگه. امشب نمیرسم که اون کار رو انجام بدم. بعد اینا رو برسونم دیگه، رو دستم اینا رو برسونم، چون بیاد قور میزنه چرا نکردی؟ چرا بهم کمک نمی کنی؟ این شکلی. خلاصه حالا الان من میخوام شام بخورم. شام میخوام برای خودم برگر درست کنم. برگر رو از آلبرتاین میگیریم، خیلی خوشمزه است. نون برگرم یه دونه مونده بود، یه طرفش چسبیده به ته یخچال خیس شده، یه طرفش بیرون از پلاستیک بود، خشک بود. و دیگه من کلا روش یه ذره آب گرفتم که همه جاش نمدار بشه، میذارم تو ایرفرایر که انگار دوباره داره از اول چیز میشه، میپزه. سری پیش گفتم که از فضای خونم گفتم، یه ذره حالت قرمانن حرف زدم چون خیلی پر دارم دیگه، یه ذره نارضایتی توم هست. آره. ولی الان داشتم به این فکر میکردم که نیوشا چقدر تو نسبت به خیلی از آدما انگلیسیش میشه privileged تر هستی، یه سری چیزا رو داری که بقیه ندارن و باید واقعا شاکرش باشی. خیلی ها پناهندگی میان اینجا، چند سال تو شرایط سخت هستن، اصلا تو بگو چند ماه، 1 سالم نه، تو شرایط بد هستن، همه اینا رو تاب میارن. بعد اون وقت من قره اینو داشتم دیروز بودنه که آره فضای خونم کوچیکه، چون جا ندارم دیگه اونقدر برای اینکه وسایلم رو ستاپ کنم و بچینم. تو خد چی میگی؟ این چه قریه واقعا؟ هر لحظه خودتو شاکر باش. این روزا هم تموم میشه. بعد خوبی یوتیوب همینه، یکی از دلایل این که خیلی بیشتر الان راغب شدم که بیام این فیلم ها رو بگیرم همین بود، چون ویدئوی بقیه رو میبینم، حالا ایرانی باشن خارجی، بعد تو این روند رشد رو تو زندگی آدما میبینی، این احساس صمیمیت هست که تو باهاشون زندگی کردی، انگار مثلا خواهرت برادرت داری میبینی که هی داره پله ها رو همین شکلی میره بالا. و آره چرا که نه، 1 سال دیگه 2 سال دیگه من برمیگردم این ویدیوها رو میبینم، میگم یه شدی دیگه اینا هم تموم شد. حالا دغدغت یه چیز دیگه است، مثلا دغدغت اینه که
ماشین تو 2 تا کنی، دقیقاً اینه که خونه تو چند تا کنی. خیلی گرمه.